واقعا خواستم در برای همون اینتی مگازینشون بار دیگر یک ده چیز بگم بعد از خوندن همون رکلام واقعا خیلی بگم تحقیر آور رکلام بود. من صورت در اون نوار موندم و در این نوار هم کوشش میکنم که تو که بمونم همون مسئله را. واقعا خیلی یک بگیم که رکلام های تحقیر آور یعنی چی بود رکلام های تحقیر آور؟ ببینید مهاجرا اگر که شوهر شما در مهاجرت باشه اگر شما مجرد باشین یعنی که شوهر شما در مهاجرت و نیاید دیر بیاید و شما میتونه که از کمپانی همون بلبل رزینی ما استفاده برین. ببینید چقدر تحقیر برای مهاجر است. میفهمین امیرا؟ شما برای وطن میگین، شما برای ملت میگین، شما برای آینده سرزمین وطن گفته جان میکنین، در غریبی ها میرین عذاب میکشین. اما какой-то کنتی کمپانیا زنای شما را پیشنهاد میکنه که شما میتونین اگر شوهراتون در خارج باشه دور دا باشه شما از این بلبلوی رزینی ما استفاده برین و ما مراجعت کنید. ما مسئله شما را میبینیم گفتگی چیز ای باور کنین مردم مهاجر شما میرین زن میگیرین سوال برای شما پیدا میشه. شما میرین زن میگیرین شما یه مدت در وطن نیستین شما و برای زنی شما این حکومت این رژیم امام علی پیشوای ملت با گفتی خودش اساسگذار صلح و وحدت بلبل رزینی پیشنهاد میکنه اجازت میده که خیلی شوهرشون نیست انا شبا از این رزینی استفاده برن. شما چقدر تصور میکنید چقدر قبول دارین این حکومت امروزه را؟ چرا شما تو امروز انقلاب نمیخواهیم بکنید؟ از چی میترسین شما؟ اومدن ریش تراشیدن سر تراشیدن سطر از سر گرفتن نماز من کردن مچتو را چپا کردن عاقبت اومد زن شما بلبل رزینی پیشنهاد دارن اشکار لیتسنس را حکومت داده گس کار که شما چی فکر دارین؟ چی میشه آینده تون؟ چی میبینین آینده خودتون؟ من سوال برای شما میتونم پروس سوال آینده تون چی خیلی میبینین شما؟ یعنی چی میشه آینده؟ همه رفتن بگیرن. شما باوری دارین که بعد یک جوان در مسکو بره بیچاره عذاب بکشه غریبی ها در کار کنه بیاید و زن بگیره که زنش بر وقت بلبل رزینی قطعی کار کرده گشتگی انسان اوجه اوپت داره تجربه داره پروا داره کاتگوری A B B C D همه کاتگوری را زدگی گرفتگی پرینسیپوش قطعی زد نی پرید نی پول نی روز کی نمیگیرین شما آینده و فرزندای ما و شما هستم چی میشه آینده؟ شما کجا غریبیه؟ ای کجا میدونین؟ ولی همین روز یک برادر واقعا برای ما تماس گرفت بعد همین نوار گفت که اکا من یک چیز را برات میگم در حکومت فقط زن یا دیگریش قطعی دخترای یک دیگریش قطعی بگیم که همین گپ کور است. یعنی ایش زنی ایش قطعی دیویژنی میکنه ایش زنی ایش دیویژنی میکنن ایش دختر ایش دیویژنی میکنه ایش دختر دتوا حرامکاری زیناکاری است. گفت زنای یک دیگریش قطعی خواه میرون زنای یک دیگریش قطعی گفت پول نگفت خواه خیز ما داده. شما پریستوید کنین بو اکا باور که اگر در داخلی حکومت ها ببینی تلخت میکفه
начальникош занои зам начальникош қати хоб хез мекуна специально равон мекуна ягон ҷои дур ки то бирава қати зани бароҳат истироҳат куна иш агар бирава иш зани шефиш қати хоб мерава ҳамаи нам хел фасод аст дурун мега ҳамаи нам хел фасод зан хоб кунак зани якдигариш қати духтари якдигариш қати اینا کوشش میکنن که شما را به فساد بکشند اینا کوشش میکنن شما را به حرامی بکشند اینا کوشش میکنن شما را از راه بیرون کنند و بازم رکلام ادا مهاجر یعنی که شما شوهر شما در خارج است در غریبی است شما شوهر نداره شما میتونین از رزینی استفاده برید استفاده کنید تمامی دولتداری امام علی رحمان هم نامی مهاجرت دیگرش هم مهاجرت پولی مهاجرت با امروز زنی ما اتره مهاجرو را چکار کرده ایستادن پیشنهاد با بلبل رزینی کرده ایستادن شو تو نیست نمیگیرین استفاده بره و هم که ما در غریبی ما یک جا میدونیم در خونه چی گپ است دیدن غریبی چی آورد برای ما غریبی نه تنها برای ما پول آورد غریبی نه تنها برای ما ماشین آورد بلکه با عوض همین ماشین با عوض همین پول با عوض همین حالی که ما همین چیزی که ما دریافت کردیم یک خانه حلال گفتیم راست قروزی گفتیم کو ما ناموس دادیم ما ننگ دادیم فرهنگ دادیم مدنیت دادیم غیرت همه را با عوض همین شکممون با عوض همین خانه لایی کردگیمون با عوض اوپل سول 92 عوض کردیم رفت امروز با زن دخترای ما بلبل رزینی پیش میکنن میگن که پیشنهاد دارن میگم مرحمت کن شوهر شما در غریبی است بسیار سال است که شوهر شما نیست شما عذاب میکشید شما ناراحت میشوید ما برای شما بلبل رزینی پیشنهاد میکنیم میگه مرحمت که میگه اینا بلبل رزینی را استفادهش بار میگه پس باید تصمیم اکو غریبا بگیره آیا بدنی ما برای ما ابرو است در غریبی آیا ما میتونیم به همین رفتار آینده بسازیم ما میتونیم ناموسمون حفظ حمایت کنیم یا اینکه همه را بفروشیم همه را به عوض شکم حرام نه ناموسمون بمونه نه ننگمون بمونه نه دیگر امروز پگه در سومکچای زنامون و دخترامون بلبلای رزینی قطعی گفتیم گپا باز فردا اینا را اصلا مخنثا پریدومت کرده یافتگی هستند بیشتر برای قناعت کردن خودشون و امروز این چیزا را استوسته در جامعه پیش کرده ایستادن که آدما را بگیم هم خیلی ایره برورن تا کجایی که جامعه فساد باشه و بگیم برای مخنثا و سون هیچ که او را تهمت تحقیر نمیکنه یعنی دیگه کیف صفاشون کردن میگیره یک چیزی هست که انسان بعد عادت میکنه بعد فردا باز فردا نسل ها از بین میروه فرزند کردن از بین میروه دخترای ما دیگر همو رزینی را میگیرن استفاده برده گشتن میگیرن دیگه نه نسل نه فرزند نه دیگر چی میشه فهمیدی و ما شما هم باشه بعد دیگه گفتی همو گپو قطعی ممالی ما کسای اجوه میشیم بعد استفادهش میبریم رزینی را خودمون دیگه چیکار میکنی مردکو رزینی زنانه استفاده برده ایستادن زنکم رزینی مردانه استفاده برده ایستادن کجا رفت انسانیت کجا رفت انسانیت ناموس ننگ وجدان همه چی از بین رفت فهمیدی همه برای همه که قضاوت در دست تو هست مهاجر تو مردی وطنی پروست اکو وطن پارت افتی رفتی زن پارت افتی رفتی مادر پارت افتی رفتی خواهر پارت افتی رفتی امروز تقدیر زن فرزند مادر خواهر دختر در دست یک کثافت مخنث زدگی است میفهمی امیرا هر چیزی که خواه با نام قانون گفته در سر خانواده تی استفاده برده ایستاده است میفهمی امیرا و مو با نام شکم گفته آباد شده است ای وطن گل ببین گل شکفانی را ببین گفته 4 تا دام یک علف گل دیده ما چیکار کردیم ناموس به عوضش کو دادیم برفت ناموس از دست رفت امروز
استفادهش میبره. امام علی رحمان چی خیلی که او دا محقول است، چی خیلی او دا محقول است. یک همون جوان امروز یک چیز دیگر را گفت 40,000 گی افیچال با قید گرفتگی هستند. نامشان اگه مخانه است کنته 40,000 کنته افیچال نه، یعنی که جوان گپ زدگی در ساختار همین حکومتی تاجیکستان کار میکنه. просто وجدانش نبرداشت که بعد همین سخنان برآمد من قطعی علاقه کرد که 40,000 افیچال نه کنته با قید گرفتگی هستیم. ولی این افیچال نش نامعلوم است. 40,000 یک تا دو تنه 4,000 نه 3,000 نه 1,000 تنه 40,000. ما چند جوان داریم؟ 40,000 ما کنته شده باشه کی موند دیگه؟ کی موند؟ در تاجیکستان 40,000 افیچال نکنته با قید گرفتگی است. میگه که در دفترم است، در امو دکومنت 40,000 یک تا دو تا نیست، 4,000 نه 3,000 نه 40,000 جوان. چند ما جوان داریم؟ تاجیکستان نه کنتیستان شده است اونجا دیگه. وقتی که ما 40,000 کنته با قید بگیریم اونجا تاجیکستان نه کنتیستان بوده است. تمام دیگه چیکار میکنی؟ کنی مرد، کنی غروری تاجیکی، کنی ناموسی تاجیکی. خداوند مرد آفریده، زن زن. امروز نمیشه مرد задний привод باشه بگرده. زن برای چی آفریده است؟ اگر تری میشید خداوند یک طریق مرد می آفرید میگو کده بگردین یا دیگری تونه. میفهمین؟ 40,000 از 10 میلیون اهالی 40,000 کنته دکومنت دارم میگه که حجت دارم روانت میکنم در کارشوا میگه افیچال نه که با قید گرفتگی هستن. یک تا دو تنه هموطنه. بعد 4 سال بعد الله اکبر تاجیکستان نامش کنتیستان میکنیم میگردیم دیگه. اونجا رهبر پیشواش امام علی، اساسگذار صلح و وحدت کنتیستان امام علی، پیشوا کنتیستان امام علی.